زمستان های کوب یخشه بله بالغ پرشاتی هم یخشه آماده هم یخشه من فارمای جوزجانیه با میمنه با جلال آبادی و پاکستان کلاده هر کشوردن کلاده مردم کلاده اولاده ییده کوب یخشه بیل اول کلادن کرا کوب پرشم یخشه آماده هم یخشه بله شکر خدا شکر. زمستان فصل ماهی است اینجا که میان خوب ماهی میته تمیز است ماهیش خوب است حفاظت خوب است ما در ترکیه رفته بودیم 8 سال بود دوره کردیم آمدیم این همه ماهی را خوردن آمدیم بسیار جای خوب است مردماش خوب است این همه جوزجان است دیگه هر غذایش هم خوب است قابلیش هم ماهیش هم کبابش هم کل چیزش هم خوب است ما این همه اینجا 8 سال بود مسافر بودیم در یاد ما آمد ما گفتیم همینجا یک نفر ماهی پخته میکرد در خاما گفتیم ما را همینجا ببر گفتیم باز همینجا ما را آورد. مردم از مزار می از غزنی می از کابل می زیادی از ما خودم از سرپل می از ایتو همدیالا داریم که از کوهستان هم می از قاریه می از امره ما گات شده. قیمت ها مختلف است. این ماهی دریایی ما از قرقین خماب میطلبیم به نام لقمایی 1100 روپیه است. دیگه تیاره ماهی است پاو کلیش 700 روپیه است. دیگه فارمی از پاکستان میبرم ما فارمی تیاره ماهی است کلیش 360 400 حتی 4500 هر رقم مختلف است ماهی ها. دیگه شیر ماهی است 250 روپیه است.